در سمرقند در مزایده رقم‌های ماشینا یک رقم ماشین را با نرخ رکوردی 596.5 میلیون سوم حدود 57,000 دلار فروختند. صاحب این رقم CZ777 ZZ با کد ولایت سمرقند 02 باید 29 میلیون سوم حدود 2800 دلار باج دولتی نیز بسپارد. این گرانبهاترین رقم ماشین است که سال 2021 در ازبکستان توسط مزایده فروخته شد. این رقم را روز 14 دکبر سال 2020 در مزایده با نرخ ابتدایی 111.5 میلیون سوم نزدیک 11,000 دلار به فروش گذاشتند، ولی یک ساکن سمرقند نرخ آن را تا قریب به 600 میلیون سوم خیزانده است. بنا به اطلاع بیرژه مال و اشیاء خام ازبکستان، تا فروش این رقم نرخ اعظم بلندتر رقم‌های فروخته شده در این کشور در سال گذشته 206.7 میلیون سوم نزدیک 20,000 دلار بود. در عموم سال 2020 در ازبکستان توسط مزایده ها بیش از 106,000 رقم به مبلغ 262.6 میلیارد سوم به فروش رفته